بابا چه شب یلدایی، تو این جمع دلنشین آدم صفا میکنه. چه صفایی آقا جان؟ شب یلدایی که آجیل و میوه و شیرین نداشته باشه شب یلدا نیست، شب ریاضته. باز جفا پریدی تو تشت شب شهر ما. گمونم نفست از جای گرم بلند میشه ها. آجیلو که از پارسال از کردیم. امسالم شب یلدا میخواستم با شیرینی و میوه ازتون پذیرایی کنم که با این قیمت ها فقط تونستم چند تا بیسکویت ویفر موزی و توت فرنگی بگیرم که هم شیرینی باشه هم میوه. خیلی زحمت کشیدی آقا جان. یا الله، صفدر آقا هستی؟ یا میخوای بگی نیستی؟ یا قمر بنی هاشم صاحب خونه اومد. به به چه شب و یلدایی شد. بچه ها یکی منو قایم کنه. نه منو نه، اون ویفرا رو قایمش کن. تکون نخورید، کسی دست به هیچی نزنه. گفتم هیچکی از جاش تکون نخوره. باشه بابا، مگه صحنه قتل الکاپونه که نگرفتی؟ تا جایی که یادم این خانه ما یه دری داشت، یه زنگی داشت، با چت پریدین تو حیاط آلیا خانم. الان که به خاطر 5 ماه اجاره عقب افتاده پا به رهنه ریختمتون تو کوچه، میتونید زنگ خونه رو بزنید و اجاره رو بدین تا من بذارم برگردین تو. عالیه خانم، تو رو خدا رحم کنید. شب یلدا تو این سرما من این بچه ها رو کجا ببرم آخه؟ برای من ننه من غریبم بازی در نیار، من خودم این کارم. کلاغا برام خبر آوردن که اوضاع و احوال زندگیت همچین بدم نیست. آلیا خانم از شما بعیده والا. چی زدی تورک جدید میری با کلاغا صحبت میکنی؟ پسر لال بمیری مزه نپرمون. عالیه خانم، کدوم کلاغا کدوم زندگی؟ الان اوضاع من جوریه که دلم میخواد زندگیمو بدم دست یکی، بگم اینو یه دقیقه میگیری بعدش فرار کنم. آقا سفتر راست میگه آلیا خانم. شما یه نگاهی به ما بیانداز ببین اصلا یک فاز مثبت توی زندگی ما میبینی؟ قربون دهن دسی جون. عالیه خانم، الان تنها قسمت مثبت زندگی من گروه خونیمه که اوه مثبته. ببین من این حرفا تو کتم نمیره. آخه منم باید زندگی کنم، منم نیاز به پول دارم تو این گرونیایی که اون سیدلی چش در اومده به جون مردم انداخته. نگاه کن آلیا خانم، من قبلا با آقا جونم گفتم برای اینکه کمی پول دستش بیاد دیگه وقتش یه سری وسایل اضافی خانه رو بفروشه. نظرت چیه از خودت شروع کنیم؟ من وسایل اضافی هم. تو استخون لای زخمی. ببین عالیه خانوم، به خدا هر روز تو فکر اینم که چطوری از خجالتتون در بیام و اجاره عقب افتاده رو بدم، ولی چه کنم که الان حساب بانکی من از بس خالی تارنکبود بسته به خدا. حساب بانکی جای خود. من که دیگه کیف پولم شبیه پیاز شده به خدا. هر وقت بازش میکنم اشکم در میاد. خسرو، بی‌مروت نمیخوای یه تلاشی بکنی که ما هم یه نفسی بگیریم؟ چرا آقا جان؟ آلیا خانم شما یه نگاهی به من و اسیب بندازی میفهمی که ما توی خانه چه ریاضتی میکشیم. الان سالهاست که ما رنگ گوشت تو غذامون اصلا ندیدیم. مثلا آقا جون از آبگوش آپشن گوشت رو حذف کرده. از قرمه سبزی با برنج آپشن قرمه و برنجش حذف کرده، فقط سبزی میدم میخوریم. از نیمرو نیمش حذف کرده، فقط روش میده میخوریم. از کوفت تبریزی تبریزش حذف کرده، فقط کوفت خالیش میده میخوریم. البته از حق نگذریم، هنرش این بوده که تا الان ما رو زنده نگه داشته. اسی یه الان تعریف منو کرد یا تخریب؟ هر جفتش. الهی بمیرم براتون ننه، این حرفا رو نزن که دلم طاقت نداره. الهی به اندازه‌ای که ملت از گوش خوردن افتادن گوشت تن عظما آب بشه ریز ریز شه. الهی داغ مجتباشو ببینه. آقا صفدر بفرمایید قربان. همین الان دست بچه ها رو بگیر بیار خونه من. شام آبگوش بار گذاشتم، یه پارچ از سماور آب میریزیم توش، جمعی بشینیم یه تیلیتی بزنیم که شب یلدایی این بچه ها جون بگیرن ننه. اجاره هم باشه بعدن، هر وقت داشتی بیار بده. عالیه خانوم، خدا از بزرگی کمتون نکنه. ایشالله سایتون همیشه بالا سرمون باشه. خدا تنتون رو سالم نگه داره. به نظرم یه دعایی هم باید برای من بکنی ها. ناسلامتی من باعث شدم که امشب آبگوش گیرتان بیاد. بعد از اینکه برگشتیم باید حساب میکنم. گل گفتی آقا سفتر. خودم میدونم.